و دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک وعیدی که در روز جمعه برای نمازخوانهای جمعه است، در وقت نماز جمعه، در وقت خطبه، در وقت امر معروف خلل رساندن. در وقت امر معروف و در وقت نهی از منکر، در وقت تلاوت قرآن، یگانه کسی که خلل میرساند و مجلس پراکنده میکند شیطان لعین است. شیطان لعین وسوسه در دل میاندازد یا یک صدای میکند که هوش مردم پریشان میشود. اون کسی هم که خلل میرساند مثل همون شیطان واری او چی است که همون فعل دارد. و همین خاطر در نماز جمعه که آمدین، در راه جمعه که آمدین، مسجد داخل ناشده الکی شما معتکف باشین. شما عهد کنین که تا از مسجد برآمدن گپی دنیا نمیزنین. اما ببینی صدا میبروید، آواز میبروید، برای جا و برای پاپوشی و میبینی یک تنیم تا صدا میبروید. این بسیار یک گناه قبیح است. آگاه باشین، بدانین ایره. در وقت امر معروف کردن و نهی از منکر کردن، یک کسی که بلند گپ میزنه یا خلل میرساند، از او ده همون خطیب همون امر معروف کنه اگر بیاد چند شفات شتاب زنه، اگر این بهتر میغلطه از او که خلل میرسانه. همتون همین را بدانین، آگاه باشین. در وقت خطبه خواندن امام خطیب، پیغمبر خدا میگه من قال لصاحبه والامام یخطب انصت او صح فقد لغا و من لغا والامام یخطب فلا جمعة له. پیغمبر خدا میگه در وقت خطبه خواندن امام یک کس از قفای او یا از نزدیک او گپ زند، اگر خلل برساند، حتی همون را منع کردنش به اشاره هست. اشاره قطعی منع کنی، بلفظ نی، آواز تا که بلند کردی الکی خلل است. پیغمبر خدا میگه اگر اون سخن میکردگی را اگر یک تای شما بگه انصت، خاموش بیست، یا که بس او صح بگه که پخت خب کن، همین تا اگر به شرطی که لفظ برارو بگه، او چی است که فقط لغا، بیهوده کاری کرده است. و من لغا، کسی که بلغ و بیهوده مشغول بشود و الامام یخطب و امام خطبه خوانده ایستاده است، فلا جمعة له، یگان نه ثواب جمعه است نه جمعه آمدگی واری او اجر ثواب میگیرد. جمعه برای او نیست، آمدگی و مهنت کردگیش همه برباد میرود. برعکس به جای ثواب او چی است که چندین تن گناه در گردن و بار کردگی از جبر آمده میرود. به همین خاطر این مسئله را آگاه باشین و بدانین و به این عمل کنیم. و نماز جمعه را همگی وقتی که ما و شما مسلمان هستیم، الحمدلله به قرآن ایمان داریم، به خدا ایمان داریم. وقتی که به خدا ایمان داریم و به قرآن ایمان داریم، همون خدای لایزالی که ما و شما را خلق کرد، به همون قرآنی که سخن خدا است ما و شما ایمان آوردیم، در همون خدا امر کرده است ما و شما که نماز جمعه را ترک نکنیم و بخونیم، بلکه و ذر البیع، بیع ترک کنیم، سودا را ترکش کنیم. دیگر برای چی؟ و دیگر